پیاده روی این بار روی لوازم گرون ورزشی، روی اعصاب ورزش دوستان مانعی از پریدن هم اضافه شده. به جای یه بدن آماده این بار یه جیب پرپول میخواد تا این لوازم رو خریداری بکنه. میگن که ورزش کم خرج‌ترین راه مبارزه با اعتیاد و بیماری هاست. البته در مقایسه با درمان شاید، ولی بررسی های ما نشون میده که ورزش هم همچین کم خرج نیست. برای مثال یک کفش ورزشی استاندارد توی بازار قیمتش چنده؟ اولی شد 925 تومان. کفش هایی که با این قیمت های بالا هم تضمینی برای اصالتشون وجود نداره. شما خودتون قبول دارید که نمایندگی نیست، باید وارد می‌کنید. وارد می‌کنید جنس‌ها رو شما اولش نباید بگید که نمایندگی است. مردم عادی خریدارم که این چیزایی که من و شما می‌دونیم که نمی‌دونن که هیچ نوع مدارکی که برای اینکه نماینده باشن ندارن و مدارک اتحادیه ارائه کردن. ما بر حسب درصد سود اتحادیه محاسبه کردیم و تخلف گرانفروشیشون محرز گردید. حالا یه مشتری چطور باید نمایندگی اصلی رو تشخیص بده؟ داخل مغازه وقتی مراجعه میکنن از صاحب فروشگاه یا متصدی اونجا بخوان که مجوز نمایندگیشون رو نصب کرده باشن به دیوار، یعنی به اعتبار اون مجوز نمایندگی خرید بکنن. با این شرایط این که میگن ورزش هزینه نداره تنها در حد یه شعاره. قیمت اولیه محصولات چون بالا هست، قیمتی هم که تو فروشگاه عرضه میکنن با سودی که خودشون در نظر میگیرن یه مقدار بالا در میاد. ما چون با کشور دبی همکاری میکنیم، شرکتی که اونجا هست، قیمت هم با دبی یکی است. حالا ما پیگیر قیمت این کفش توی یکی از نمایندگی های کشور امارات شدیم. I'm coming from Iran. Is there shopping in Dubai Mall? Where, sir? I have a question. Do you have? Sir, we have. How much is that? And do you have? We have also. How much is that? 595. Thanks. Have a good day. تا حالا به هزینه‌های درمان اعتیاد و بزهکاری ها فکر کرده اید؟ حالا بهترین داروی درمانش که ورزشه خودش نیاز به درمان داره. بدون تردید این موضوع حرف دل بسیاری از ورزشکارا و ورزش دوستای کشورمونه. مسئولین مربوطه هم بهتره به جای درمان به فکر پیشگیری باشن و قیمت‌ها رو واقعی‌تر کنن.